charged. یک سوال ما از سناتور صاحب مالیزی بود که عالم میشه که جواب سوال شما در مطرح شود. او سوال ای بود که سناتور صاحب مالیزی ها در مورد از که حکومت مالیزی به حساب از که از فقر بیرون شود مردم و مملکتش یک طرح اقتصادی را پیش کرد و طرحش ای بود که گفت ملکیت های دولتی را در مالیزیا به فروش رساند و از طریق ملکیت های دولتی مسائل اقتصادی خود را درست کرد و پیش بود بدون از اینه که یعنی متکی به غیر شود و از بیرون پول بگیره و قرضه بگیره ملکیت های دولتی را به فروش رساند. و میخوایم این موضوع را هم به سناتور صاحب هم به جواب سوال جناب شما عرض کنم که سناتور صاحب از یک طرف مسئله جهانی شدن را مطرح کردن که معنای جهانی شدن یعنی اقتصاد به اساس اصالت فرد هست و اصالت فرد به این مفهوم که فرد میتونه از هر طریقه به هر سبیه‌ای که سرمایه پیدا بکنه و در هر طریقه که میخواد مصرف بکنه در حالی که در اسلام مثلا خلاف هست که جواب شما هم باید شوی است که اسلام 3 نوع ملکیت را به رسمیت میشناسه و نظام سرمایه داری یک نوع ملکیت را به رسمیت میشناسه که این ملکیت به اساس اصالت فرد هست. اسلام هم ملکیت خصوصی و فردی را، هم ملکیت مختلط را و هم ملکیت دولتی را به رسمیت میشناسه که به اساس این 3 پایه های اقتصاد اسلامی طرح شده. دیگه این باید جواب سوال شما هم شاید در مورد سوال اقتصادی تان و به سناتور صاحب هم که ضد و نقیض صحبت های چی شده. یکی که سناتور صاحب بیشتر گفتمانشان هم نیست خواستن که امیر خیبان این ترجمه کنن این ترجمه شده میره برای یک مسئله و مسئله دوم مسئله صلح و جنگ. در مورد صلح و جنگ برادر ما خوب توجه داشته باشی که صلح و جنگ دو پدیده است که از آبان پیدایش انسان با او یک جا هست. هر کی در روی زمین من حیث یک انسان پا گذاشت این دو پدیده همراهش هست. این دو غریزه فطری و طبیعی است که انسان با خود دارد. یعنی تو خودت من حیث یک انسان یک قوه دفاعی با خود داری. تو قوه دفاعی در هر جای باید از تو دفاع بکنه تو را به دفاع بگیری. به همین خاطر هم هست که بعضا مطرح میشه که میگن فلانی خوب شجاعت دارد. شجاعت به معنای قوه دفاعی انسان هست و تمام پدیده های خلقی او که زیروح هست از خود قوه دفاعی دارند. شما میبینید گل خار دارد، گو شاخ دارد، مرکب لغت دارد، گرگ اشک دارد. معنای چیست که قوه دفاعی با خود دارند اینا که از خود باید دفاع بکنند. انسان هم قوه دفاعی با خود دارد که به نام شجاعت یاد میشه. این شجاعت اگر در جایش کار گرفته شد اونمو عدالت هست که در جایش به خاطر دفاعش استفاده شد عدالت هست و اگر در غیر جایش استفاده شد این تحور و تجاوز گفته میشه. و این حساب انسان وقتی که قوه دفاعی با خود داشت و استعدادهای مختلف و غرایز مختلف با خود داشت و حتما است که این جنگ را و این صلح را تمام مکاتب با خود دارند چون انسان هستند. برید در مکاتب شرقی ببینید، در سوسیالیسم ببینید چرا سر افغانستان حمله شد، به چه دلیل حمله شد، افغانستان چی کرده بود که شوروی سر افغانستان حمله کرد. دلایلش خود نشان میده که این غریزه هست و این غریزه فطری هست و در پالوی صلح هم همینطور هست. اسلام هم صلح داره هم جنگ داره. اسلام هم صلح داره هم دفاع داره. این صحیح نیست. چی بگویم مال خدای نخواسته شما بنده خدا بگویم ظالمانه است که مملکتی در مملکتی حمله بکنه و از خود دفاع نکنه. انسانی به انسانی تجاوز بکنه و از خود دفاع نکنه. قرآن کریم تجاوز را در برابرش دفاع میگه. دندان تا کسی مشکنانه دندانش باید شکستانده شود، نظام بشکنانه، حکومت بشکنانه و قضا بشکنانه. بینی کسی را میزنن بینیش باید زده شود. کسی جرح میشه و باید جرح شود. کسی قتل میکنه و باید قصاص شود. این در مسائل احکام فرعی
اجتماعی و در مسائل جمعی هم از خود دفاع دارند. وقتی به حریم مسلمان ها تجاوز شود و باید از خود دفاع بکنند. سوره براءت که جناب شما عرض کردین، سوره براءت در برابر پیمان شکنی کفار هست. شما قبل از او را ببینید که چرا این سوره آمده در حالی که مسلمان ها با کفار قریش پیمان داشتند، پیمان دفاعی داشتند که سر کس تجاوز نکنند، ولی وقتی که سرشان تجاوز بکنند و یک جایی از خود دفاع بکنند. ولی وقتی که کفار یا قریش دوران پیمان را شکستاندند و این وقت بعد از شکستاندن پیمان